نزدیک 1200 متر راهی خیابانی پختکار کمیته محلی قاری رحمت قربانوفی شهر خوجند منفرش کرده می شود. رئیس ولایتی سوغد رجبای احمدزاده و رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده در آغاز کاری منفرش کنی راهی مذکور اشتراک نموده باشندگان محله را با این اقدام خوب تبریک نمودند. رجبای احمدزاده تاکید کرد که بعد منفرش کنی کوچه پختکار اینچنین اطراف راهی مذکور پوره چراغان کرده می شود. اهل همین ساکنان محله اشتراکچیان این روزه را با آغاز این کارهای آبادانی کاری خیر و ثواب که امروز برای منفرش کردن، چراغان کردن، آب گذرانیدن راهبر دولت در هر یک برآمدشان تاکید میکنم که بسیار کاری خیر و ثواب است و صاحبکاران هم دعوت میکنم که اگر شرایطشان باشد 50 متر 100 متر اگر محلهشان را آباد کنند منفرش کنند مردم 100 سالها در حقش دعای نیک میکنند. تاکید گردید که منفرش کنی و چراغان کنی راههای اساسی شهر و نواحی ولایت با مقصد سزاوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود. در شهر خوجند در عموم 164 از 2 کیلومتر راه می باشد که منفرش کنی 42 کیلومتری آن در سال 2021 به نقشه گرفته شده است. باشندگان خیابانی پختکاری محله قاری رحمت قربانوف نیز از این اقدام مسئولین اظهار خوشنودی نمودند، زیرا بعد منفرش کنی راهی مذکور گشت و گذاری ساکنان و حرکت نقلیات نیز تا جای آسان می شود. امروز عید است برای محله ما. من از نام ساکنان محله وعده می‌دهم زنهای ما زنهای نهایت با عفت، صرفه‌کار، زنهای مهنت‌کارین هستند. در آباد کردن گرد و اطراف محل خود، خانه خود، در تربیت فرزند خود حصه ارزنده خود را گذاشته می‌توانند. با کاری منفرش کنی راهی خیابانی پختکار رئیس ولایتی سوغد رجبای احمدزاده حسنی آغاز بخشید. منفرش کنی راه باشد از طرف کارخانه استفاده بری راههای شهر خوجند به اجرا رسانیده می شود. محصولاتی که برای منفرش کنی راهی خیابانی پختکار استفاده می شود استحصال کارخانه های صنعتی حدودی ولایتی سوغد می باشد. درازی راهی مذکور 1200 متر بوده، مساحت عمومیش 12000 متر کوادراتی را در بر می گیرد. منفرش کنی این موضع دوامی 4 روز انجام داده می شود. در عموم در شهر خوجند 42 کیلومتر راههای داخلی شهری باید هم تعمیر کرده شوند به نقشه گرفته شده است و تا آخر سال به اجرا رسانده می شوند. در شهر خوجند تا امروز از 42 کیلومتر راهی که سال جاری باید منفرش کرده شود تخمین 7-8 کیلومترش از تعمیر جاری برآورده شده است. منفرش کنی باقی مانده راههای در نقشه بوده مرحله به مرحله صورت می گیرد. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی